امروز قراره این مداد و کتاب رو به راحت ترین شکلش آموزش ببینی تا بتونی برای آویز کیف یا هر مورد دیگه‌ای، سرسویچی، هر چیزی استفادهش بکنی. به یک مقدار خمیر سفید نیاز داریم. تمامی چیزهایی که شما میخواید با خمیر درست کنید رو بهتر اول به شکل دایره در بیارید تا ترکی توی کارتون نباشه و کارتون یک دست بشه. حالا ما قراره یه مستطیل بسازیم که شکل کتاب باشه. یه مقدار خمیرمون رو پهن میکنیم و اطرافش رو، اضافاتش رو برش میزنیم تا حالت کتاب رو بهمون بده به این شکل. حالا برای جلد کتابمون هر رنگی که شما دوست دارید، اون رنگ دلخواهتون رو انتخاب میکنید و یک مقدار از خمیر رو بر میدارید و پهنش میکنید. باید اینقدر پهن بشه که 2 تا تور کتابمون رو بگیره. اضافاتش رو برش میزنیم تا حالت اون جلد کتاب رو بهمون بده. برای قسمت آخرش کار رو جلد رو تام میکنیم روی کتابمون، برمیگردونیم و آخرین قسمتش رو هم برش میدیم. حالا باید چسب بخوره، بازش میکنیم، چسب میزنیم و دوباره کتابمون رو جلد میکنیم. تمامی اتصالات خمیری باید چسب بخورن وگرنه ممکنه بعد از خشک شدن جدا بشن از هم دیگه. کارو مرتبش میکنیم. شما توی کارهای خمیری هر موقع ببینید تا آخرش وقت دارید که اصلاحات روش انجام بدید، هر موقع اضافاتی چیزی داشت میتونید برشش بزنید. برای اینکه صفحات کتابمون مشخص بشه با چاقوی برش‌های نسبتاً عمیق ایجاد میکنیم که بعد از خشک شدن هم از بین نره. و حالا یه حلقه بهش وصل میکنیم، یه مود بهش وصل میکنیم تا بتونیم حالا به عنوان سرسویچی، آویز کیف یا هر چیزی ازش استفاده کنیم که اون هم بازم باید با چسب چوب بهش متصل بشه. چند تا خط روی کارم من ایجاد میکنم. شما هر طرحی که دوست دارید میتونید روی کتابتون بزنید. مثلا میتونید اگه قراره برای بچه ابتدایی کار کنید، یکی از کتاب‌های ابتدایی رو اسمش رو روش بنویسید و بنویسید مثلا اول یا دوم یا هر چیزی. و در آخرم کار مرتب میکنیم که اشکالی نداشته باشه. حالا برای مدادمون قراره بسازیم. یه گردی ایجاد میکنیم و اون رو به شکل استوانه یا به شکل مداد درش میاریم. اضافاتش رو برش میزنیم. حالا من نمیخوام ضخامت مدادم از کتابم بیشتر باشه، به خاطر همین به اندازه کافی نازکش میکنم. برای سر مدادمون یه مقدار خمیر رنگ پوست یا رنگ چوب، رنگ نوک مداد باشه دیگه، درست میکنیم و به شکل نوک مداد درش میاریم، مخروطی شکلش میکنیم و وصلش میکنیم به نوک مدادمون. اونم با چسب چوب. شما میتونید اینجا از خلال دندون یا سیم هم برای اتصالاتتون استفاده کنید تا محکم بشه و نوک مدادتون کنده نشه، جدا نشه. کاملا کار مرتبش میکنیم و حالا برای نوک مداد یه مقدار از خمیر رنگ، یه مقدار از رنگ بنفشمون رو، همون رنگ روغنم رو من به نوک مدادم میزنم تا مداد بشه دیگه. و اطراف کار و اون قسمتی که اتصالات انجام شده رو یکم بازم رنگ میزنم تا اون هم شکل طبیعی به خودش بگیره.
و باز هم یه مدبر بهش وصل میکنیم. این مدبرا رو میتونید خودتون هم بسازید، میتونید با سیم بسازیدش، یه حلقه درست کنید و وصل کنید به کارتون. این هم از پایان کار.